سلام دوستای عزیز، امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و آرام باشید. سلام دوستای نازنین من، امید که جور و صحتمند باشید. به اولین بلاگ ما و هادی جان خوش آمدید. در این ویدیوی کوتاه قرار است که آشپزی کنیم و برایتان ما یک کلیپ دیدیم در اینستاگرام بود یا قرار اونمو رو درست کنیم، چون که بسیار یک چیز آسان و بسیار خوشمزه بود. یک حواسان است، قرار با هم دیگه درست کنیم. با ما همراه باشید. موادی که لازم داریم برای این حواسانه چند تا کچالوس، مقدارش نه زیاد خرد باشه نه زیاد کلان، همین برابر. یه پنیر پیتزا اصلی کاره، پنیر پیتزا باید باشه و مابینش مثلا از این سوسیسا بذاریم یا از این سوسیس خیارشور داریم، سس مایونز دیگه سالاد میتونیم بذاریم. و من الان دوستای نازنین یک رنگ کچالو رو پست میکنم. من سعی میکنم محمد جان هم سعی میکنن. روی داش روی سینی میدیم، روی سینی. تو باز زیاد پردی که اینمی در آخر نمی چی میشه؟ به عنوان خمیر جور میشه نه؟ جان پنیر پیتزا خیلی خوب به صورت یک نواخت. خب زیاد پردیم. زیادم چرا؟ همه قدر کچالو در خود بگیره خوبه. خب اوکی، ولی هر چیز زیاد چه خوشمزه‌تر میشه به نظرم. خب کچالو رو بچینیم. میگه سر سر نمان، این تو بغل لبغل با ها؟ اینجور بهتر میگرم، باز احساس خواب میمانن به نظر من. چون درست در وجود بکار نکنم، درست نشان نمیدن، من میرکم سر ترکی. نه این همین تو سر نگران نباش، یک چیز خوبش داره میره. داخل داش میمانم. داشو چند نمه سر و آشپزخانه تو قاطی کردیم موادی جان. منتظر باشید چه رقم در میاد، یا خوشمزه میشه یا قابل خوردن. خب دوستان هم که چیزی که درست کردیم خدمت شما هنوز کامل نشده. جوفش که بد نیست، رنگی برای اولین تجربه نه خیلی خوب شده. مزهش نمیفهمم مزه اینا مبینش هرچی که خوش داریم بندازیم نه؟ این زالامیست دیگه، زالامی میذاریم و خیارشور و سس مایونز انداختی و اینه میاد دیگه. بیش هستیم قسمت خوردن ما بگیرم که دانه بکن اینجا شد. به به من خیلی تعریف کردم ما باید مزه میره، تعریف نکنی. به خیلی خوب شده از رقمش. رنگ رویش که بد نشده، عالی شده. باش کنیم بشقاب بیارم. بشقاب داخل کابینت.
شده چه رنگ روی نیاکو وای چه رنگ روی خوبه شده؟ عالی عالی آره مزه شه بشید از 10 میتونم برای اولین تجربه خوب بود نه واقعا مثل همون چیزی تیزیم شده نه؟ چیزی نبودی همه خوب شده ایوه محکم تا هست آشپزی ما در آخر رسید حالی قسمت خوردن شد که اصلا مزه‌دار شده یا نشده من امروز چقدر تعریف کردم به به تعریف میکردی ولی جلو مزهش چی رقم است یک چک بزن ما بخورم یا تو اول تو واو خیلی خوش مزه شده جایتان خالی از من پیشنهاد میکنی میرم درست کنید خانه درست کنید چون تعطیلی بشنید درست کنید چون هم راحته هم آسانه هم خوشمزه واقعا خوشمزه الان من یک تیکه خوردم من که زیاد از یک سال خوشم نمیه خیلی خوشمزه شده نوشیجان نوشیجان نوشین دوستان منتظر نمانیم تشکر تا یه حالی که ما بریم اینو نوشیجان بگیم تشکر دوستای نازنینیم از اینکه ما رو دنبال کردید ویدیوی ما رو تا آخر سعی کردید و حتما شما توصیه میکنم از اینمی غذای راحت ساندویچ کچالو حتما جور درست کنید بسیار خوشمزه است بسیار خوشمزه هم آسانه مواد زیادی لازم نداره چیزی که در خانه داریم میتونید همش درست کنید و یک چیزی هم آسانه گفتم میشه هم آسان خیلی خوشمزه است حتما درست کنید و اینکه ما میریم نوشجان کنیم و از شما را در خدای بزرگ میسپاریم دیگه هر جای هستین جور سلامت باشین تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار خداحافظ